میبینم که به هوش اومدی. خوبه. شنیدم امروز مشکل درست کردی. لطفاً دیگه این کارو نکن. اصلاً برای زخمات خوب نیست. این هم درد تو کمتر میکنه، هم کمک میکنه بخوابی. بی خودی خودتو خسته نکن. از الان تنها راه نجاتت منم. نگران نباش. قول میدم زخمات خوب بشن. شیمال نیست. خودم میدونم. تو چرا نخوابیدی؟ امشب من پیشت بخوابم؟ کم مونده بود فراموش کنم. مامانت گفت پسرمو جای من یه دونه محکم ببوس. بیا اینجا. بیا بریم امشب پیش من بخواب. وگرنه مامانت که خوب شد، اگه بخوای برات قصه هم میگم. دوست داری؟ اجازه هست؟ از اون موقع با اسکندر حرف نزدیم؟ دیگه حتی نمیخوام ریختشو ببینم. این حرفو نزن. مگه چی کار کرده؟ چی شد که به این راحتی گذاشتیش کنار؟ بگو، برام تعریف کن. اسکندر چیچکو کشت بابا. چی؟ پسرم چیزی نیست. من حالم خوب. جای اینکه اینجوری حالتو خراب کنی سعی کن دل رویا رو به دست بیاری. من از قصد هیچ کاری نکردم. همه چی یهویی اتفاق افتاد. قسم میخورم از قصد نکردم. مامان به خدا عمدی نبود. اصلا چرا باید از قصدم چی کاری بکنم؟ قسم میخورم. چی کار کردی؟ اسکندر چی کار کردی؟ یادت میاد وقتی شما بچه بودین چیچک افتاد توی استخر. تو هم به خاطر اینکه اون شنا بلد نبود پشت سرش پریدی تا نجاتش بدی. وقتی من رسیدم خودت هم داشتی غرق میشدی، یادته؟ چون چیچک از ترس جونش آویزون تو شده بود و جفتتون دست و پا میزدی. اون وقت به نظرت چیچک برای آسیب زدن به تو آویزون شده بود. ترس از مرگ همینه. راستش آدم چه میدونم اون لحظه نمیتونه منطقی فکر کنه. جای فکر کردن عجولانه رفتار میکنه. این فرق میکنه. ترس از مرگ برای همه آدم ها یه شکل داغ اسکندرم همینطور. فکر کردی خودشم دلش میخواست به خاطر هل دادن یه نفر همچین اتفاقی براش بیفته؟ با سرزنش کردن اسکندر نمیتونی چیچکو برگردونی.
بابا خودت میفهمی چی داری میگی؟ معلومه که میفهمم. تو از عصبانیت نمیتونی درست فکر کنی. به نظرم تو متوجه نیستی چی میگی. باشه دخترم، باشه. الان یکم استراحت کن، بعد راجبش حرف میزنیم. این بحثو تموم کن بابا. باشه. حالیه خانم؟ آقا کنان، این بچه ها تا کی میخوان قهر باشن؟ اگه ما پادرمیونی نکنیم اوضاع بدتر میشه. علی، واسه چی اومدی سر کار؟ نقلای عروسی رو آوردم. رویا خانم، این یه کابوسه. آخه اگه واقعا همینطوره تو رو خدا هر چی زودتر یکی منو بیدار کنه. خواهش میکنم بیدارم کنی. فکر میکنم میام اینجا قراره چیچک رو ببینم. حس میکنم یهو قراره جلوم سبز بشه، اما نمیاد. همه چیز مثل سابقه، همه آدم ها سر جاشونه، فقط عشق من اینجا نیست. تو هم منو مقصر میدونی؟ سرنوشت دیگه، سرنوشتش همین بوده. همش با خودم میگم ای کاش الان یه نفر اینجا بود که میتونستم کل حرصم و سرش خالی کنم. ای کاش. اما خب سرنوشت دیگه، کارش نمیشه کرد. دیروز خبرنگارا دم در خونه بودن تا من بخوام برسم اعصاب رویا رو خورد کردن. اگه تو یه تذکر بهشون بدی دیگه نمیان فضولی کنن. رویا کمک منو نمیخواد، اما من میخوام. اجازه نمیدم به دختر من تهمت بزنن. اون هیچ تقصیری نداره. اسکندر میدونه که از هر طرف تحت فشارم. از یه طرف آتش سوزی آبنبار، از طرفی وضعیت شرکت ها. فکر کنم بهتره هر چی زودتر این موضوع شراکت رو حل کنم. شراکتی در کار نیست عمو کنان. یعنی چی شراکتی در کار نیست؟
چون از رویا جدا شدی اینو میگی؟ پسرم کسب و کار یه چیزه، رابطه شما هم یه چیز دیگه. نه من اینطوری فکر نمی کنم، چون من به خاطر ازدواج با رویا حاضر شدم تو شرکت شما سرمایه گذاری کنم. اگه رویا نباشه شراکت هم کنسله. این حرف آخرمه. اسکندر ببین، من مطمئنم شما تا چند روز دیگه آشتی میکنین. اتفاقای عجیبی افتاده، هنوزم توی شوکه. باشه، پس هر وقت به خودش اومد صحبت میکنیم. اگه موضوع انقدر مهم نبود شما رو تو زحمت نمینداختم. بازم عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم جناب شهردار. جناب شهردار، برای چی از ما خواستید که اینجا جمع بشیم؟ شب آتش سوزی یه نفر این جواهرات رو گذاشته تو سردخونه. کسی اون شخص رو ندیده؟ بسیار خوب. اون شب تو طبقه سردخونه هیچ چیز مشکوکی به چشمتون نخورد؟ اگه چیزی دیدین که به نظرتون عجیب بوده یا بهش مشکوک شدین میتونین با من در میون بذارین. من قصد ندارم شما رو تو درد سر بندازم. بالاخره گاهی اوقات پیش میاد، اصلا مهم نیست. هر چیزی که اینجا بگین بین خودمون میمونه. دوست دارم اگه در آینده مشکلی پیش اومد اولین نفر بیاید پیش خودم. میتونین رو کمک من حساب کنین. در مورد اون شب چیزی هست که بخواین با من در میون بذارین؟ جناب شهردار، من یه صحبتی باتون داشتم. کسی که وارد سردخونه شد همین بود؟ نه جناب شهردار، یه آقای قد بلند و چشم ابرو مشکی بود که تحریش داشت. به خدا قسم من طرفو نمیشناسم. به من گفت که یه نگاه میندازم میام بیرون. به جون بچم قسم میخورم خبر ندارم که اون لحظه چیزی رو دستکاری کرده یا نه. بسیار خوب، من حرفتو باور میکنم. الانم بیشتر از این وقتتو نمیگیرم. تو برگرد سر کارت. این موضوع بین خودمون میمونه. من به تامریز چیزی نمیگم. خدا خیرتون بده آقای شهردار. خواهش میکنم. ممنون که اومدی. انجام وظیفه بود. با اجازه. به سلامت. جمره زنده است نه دیگه، مطمئن. در ضمن یکی بهش کمک میکنه. وجب به وجب یه دیکوله رو بگردی. ممکنه یه نفر جمره رو دیده باشه. لازم شد از همه اهالی اونجا بازجویی کنی. چشم من. امید، بیا امید جان من بی خیال شو. بیا بینم پسر جفتمون خرس گنده شدی. یکی ببینه آبرو خلاص میره. میکنی. تو رو خدا نگاش کن. قطار اومد، زود باش الان میرسه. حداقل آمادش کن بعد بده. زود باش قطار داره میه بجنب دیگه. بذار اینو تنظیم کنم. نگاش کن. بریم. بودو. وای پسر، الان یکی ما رو ببینه بیشرمو میکنه. ای جون. یک اینجا رو نگاه بسن.
تو من اول پیدا کنم مال منه. کجا رفت؟ پیداش کردم. اینجاست. ای توف تو این شانس. بیا یادگاری نگهش دار. بگیر. دمت کم رفیق من. داش خودمی. نوکرت. کاری نداری؟ چیکار کنم بترسم؟ برو. بیا دنبالم. خدای خیلی دوست دارم. آیا مردم باعث کشته شدن زنان شدن؟ گفته شده که طی حادثه آتش سوزی آب انبار بعضی از آقایان با هل دادن خانم‌ها باعث کشته شدن تعدادی از گوش کن چی میگم. میخوام یه خبرنگار به اسم اوزانا کینسل و یه گوشمالی حسابی بدی. عجب بابا. ببینم مشکلی دارید آقایو؟ بلند شو مرتیکه. گفتم بلند شو. چرا صدات در نمیاد؟ تهمت زدنه که خوب بلدی. به چی میخندی مرتیکه؟ چی؟ خنده داره؟ چیزی هست بگو ما هم بخند. خوشت اومده؟ انقدر میزنمت که خنده تو یادت بره. اون خبر رو با این دستت نوشتی؟ جوگیر شدی بزنمه. بیا. دیدی که بچه ها حمله کنید. اینجا ببینم. جرأت دارید بیا تو محله ما شاخ شدید. بابا بس ولشون کنیم برن. برگردیم بابا. اینجوری که حال نداره. باشه واسه دفعه بعد. حالت خوبه؟ خیلی. اینا کی بودن به خاطر کمک به اون زنه کتکت میزدن؟ نه بابا به خاطر انتشار خبر اومدی. فوری رفتی راپورت دادی؟ آره باز شروع نکن. اول بلندم کن وضعم رو ببینم بابا. شنیدم سلاح خبرنگار قلمشونه. فقط نمیدونم چرا سر اصله همیشه سمت توه. پسر منو نخندو دردم میگیره. پهلومو داغون کردم. کجا تو داغون کردم؟ پهلومو. حالت خوبه؟ آره. ها میترسی منو تو اقیانوس خفه کنم؟ پسر چند بار باز بگم من تا زنده هم تو چیزی نمیشه. بابا دمت گرم رفیق. دست منو بگیر نمیتونم رو بیام. دست تو حلقه کن. حداقل پول به اصلا ندیم. نگران نباش چیزیم شد میدم کار ویلیا حساب. آدمای اسکندر بودن؟ آره فکر کنم. بادبادک قصه ما خیلی خوششانس بوده. دخترم نمیشه یه قصه دیگه گوش کنی؟ خسته شدم از بس اینو شنیدم.
از خوشحالی بچه ها خیلی خوشحال شد. دختر گلم، فردا میام دنبالت. همون جای قبلی منتظرم باش. آخیش خدا رو شکر. الان نونول نشو، اولین بارت نیست که کتک میخوری. اگه پلوم خوب نشد بهت زنگ میزنم. پس به کی میخوای زنگ بزنی؟ نه تو صدا کن دیگه. میگم نمیتونم حرف بزنم، درد میکنه. امید. سلام خاله. اوزان هیچی نیست شده پسرم؟ مامان کی جان دعوا کردی؟ چیزی نیست، دست باچه با اجازتون. بعدم بهت زنگ میزنم. اوزان پسرم چی شده؟ میگم هیچی نیست. هنوز 2 روز نشده بدبختی ها شروع شد. هر کی زده ایشالا دستش بشکنه، الهی که به زمین گر بخورن. خدا زن مردمو برداری بیاری خونه همین میشه دیگه. مامان ربطی به اون نداره باشه. آره منم باور کردم. لکی گناه بنده خدا رو نشور دیگه. بچه جلوت ننشسته اوزان، منو گول نزن. باشه یه دستمالی چیزی برای من بیار، بعدم راجبش حرف میزنیم. زود باش مامان من. بدو آخ حالت خوبه؟ ای همچین راستشو بگو، کار آدمای چلبی بود؟ کرم از خودم بود. جمره برو دخترتو بردار فرار کن. برو. واقعا ممنونم، خیلی لطف کردی. این چیه؟ براتون شانس میاره. تنها چیزیه که بهش نیاز دارم. خدایا خودت کمک کن، کمکم کن. Perişanın kızı, perişan mısının? Biz seni mi sevmediler? Biz seni mi görmediler? Biz seni mi sevmediler? Biz seni mi? Ay ışıktan düştün bura, canın yanar. 2 damla yaşın vardı, sessiz akar. اینجا چی کار میکنی؟
برگشتم محل جرم. اینو برای قاتلا نمیگی ها؟ مگه من نیستم؟ از نظر من نه. تدارکات مراسم با من بود. من اینجا رو انتخاب کردم. میدونستی اینجوری میشه انتخاب میکردی؟ کم مونده بود خودت هم بمیری. تو از قصد کاری نکردی. میدونم اما نمیتونم خودم رو سرزنش نکنم. همه چی جلوی چشممه، نمیتونم آروم بگیرم. زندگی رو سرم خراب شده، زیر آوارم. من اون شب با روی دیگه زندگی آشنا شدم. عزیزامو از دست دادم. صمیمی ترین دوستم جلوی چشمم مرد. چهره واقعی نامزدم رو دیدم. بیخیال، روزگار همینه دیگه. تو تازه زندگی رو شروع کردی. دنیا همچین جاییه. عزیزای من توی حادثه کاری میمیرن، عزیزای تو هم تو مهمونی. اما بالاخره یکی میمیره، یکی مریض میشه، یکی ورشکست میشه، خیانت میکنه. اما در هر صورت زندگی ادامه داره. چیه؟ نگات به بچه پایین شهر عوض شد مگه نه؟ من در موردت اشتباه کردم. اینجوری بهش نگاه نکن. منظورت چی؟ فکر کنی یه رویا است. من رویا هستم. یعنی اسمم رویا است. آها، اسم منم امیده. از آشناییت خوشحالم. تو خیلی ساده، اینقدر زود تصمیم نگی. دستت چطوره؟ بی خیال بابا، چیزی نیست، خوبه. اینجوری هممون میمیریم. Beni sevmediler, biz seni mi? حالت خوبه؟ چیچک نمیخواست بیاد، من اصرار کردم. اسکندر هلش داد نه تو. میدونی چی از همه بهتره؟ اینکه کارش بی جواب بمونه. این دنیای بیرم همینه دیگه. پول داره حتی آدم هم بکشین یه جوری قصر در میرن. جانم بابا. دخترم یه ساعت دیگه رستوران خودمون غذا بخوریم؟ این برنامه از کجا اومد؟ چند روزه یه لقمه غذا از گلوس پایین نرفته. دلم میخواد جلوی چشم خودم غذا بخوریم. باشه بابا جون، میبوسمت. راستی کت و کیف پول دست منه، چون بیمارستان تنم بود دادنش به بابام. اگه یه آدرسی چیزی بدی برات میفرستم. میخوای یه کاری کنیم، تو شماره تو اینجا برام بزن، خودم میام ازت میگیرم. یه تک زنگ بزن. کاریواری. ببخشید چی؟ تک کلاممه. ندیدی موقع خدافظی میپرسن کاری نریم و پایین شهریه این فنتی میگی. پس کاریواری؟ بابا دمت گرم، تو هم بچه جنوب شهری. نوکرتم. بی خیال پسر، خر نشو، از الان دوم به تله نده. تمام شماره ها رو فرستادم. ماما پاشو بریم که نهار امروز مهمون منی. امروز سرم شلوغه، یه روز دیگه بریم. دل مامانو نشکن دیگه، میخوام با پسرم نهار بخورم. پس بشین یه روب دیگه بریم. باشه. دوربینی نبود. برین یه سر مغازای این دور بر ببینین کسی دوربین نصب نکرده که بتونیم چک کنیم.
خیره ایشالله. شما پلیسی؟ پلیس نیستم. بچه همین محلی؟ آره بچه همینجا. تعریف از خود نباشه دوربین مدار بسته محل. چطور میتونم کمکتون کنم؟ دنبال یه خانوم میگردم. شب آتش سوزی توی آبنبار بود. ببین میشناسی؟ آقا چی کار میکنی؟ تو رو خدا ولم کن. آقا چی کار میکنی؟ کجا میبری منو؟ ولم کنی. آقا تو رو خدا نزن. قسم میخورم وقتی از پنجره دستشویی فرار میکرد دیدمش. به خدا من چیز دیگه این نمیدونم. چرا باید باور کنم؟ شاید دروغ میگی که پول بگیری. به خدا راست میگم. اصلا بیا خودت ببین عکسشو تو گوشیم دارم. بگیر ببین. دیدی راست میگم. من که بهت گفتم دیدمش. ای جونم. چیزی شده؟ دیگه میخواستی چی بشی هان؟ وضعیت پسر منو ندیدی؟ بله، من بهتون حق میدم که ناراحت باشین، اما این ماجرا به من مربوط نمیشه. امروز نشه فردا میشه. بس دیگه دختر، حالا که تو هم مادری بچه‌ای یه بارم خودتو جای من بذار باشه. قبل اینکه بیدار بشه از اینجا برو. باشه. نگاه به ساعتت نکن، کوتاه نمیام. خوبی هم حدی داره. هر چقدر موندی بس دیگه. من با این سن و سال دنبال دردسر نمیگردم. فهمیدی چی گفتم؟ باشه بجون. خیلی خوب من میرم. نمیدونین این چند روزی که اینجا موندم چقدر برام مهم بود. بابت همه چی ازتون ممنونم. خدا نگهدارتون. اوزان خوابه. اگه ممکنه از طرف من ازش تشکر باشه کنی. بهش میگم. لطفشو هیچ وقت فراموش نمی کنم. برو به سلامت. جمره؟ منم پسرم. یه سر رفتم بقالی و اومدم. ای نازنینا به من تخمه نمیدی؟ بابا دمتون گم، کارتون درسته. بچه زنجیرش در رفته. آره عمو. حسن کی لتو پارت کرده؟ بیخیال چیزی یعنی نیست. چی چیزی نیست بینم؟ ول کن تو رو خدا. چیا ول کنم؟ کی کتکت زده؟ بیخیال مهم نیست. نکنه باز رفتی دزدی؟ نه به خدا این دفعه دیگه واقعا بیگناه بودم. این صورت چی میگه؟ یه مردی که روانی اومده بود دنبال یه زنه این آقای میگشت. کچلواری سیبیلو بود؟ آره. تو از کجا میشناسیش؟
اینو بگی. حالا میرم حالشو میگیرم، نمیدونم با کی طرفه. کی این فیلمو گرفته؟ یه پسر بچه مال همین دور و بره. میگه از کنجکاوی اونجا بودم اما معلومه دروغ میگه. حتما قصد دوزی از مهمونا رو داشت. اون وقت بعد از اون شب جمره رو ندیده؟ نه خیر قربان، دیگه همسرتون رو ندیده. آقا یه چلوی، جمره خانم اینجاست. الان سوار تاکسی شد. تعقیبش چشم ازش بر نده. سلام خانم، کجا برم؟ همون آدرسی که قبلا رفتیم. خوش اومدی دخترم. اسکندر اینم اومدم. من و تو عمل انجام شده قرار نده. خواهش میکنم روی کوتاه بیا. اسکندر را بیافت. امروز سرم شلوغه، یه روز دیگه بریم؟ من اجازه نمیدم سر هیچ و پوچ الکی رابطتون رو خراب کنین. لطفاً. خواهش میکنم رویا کوتاه بیا، منو شرمنده نکن. خواهش میکنم. من تو رو شرمنده میکنم؟ خواهش کردم. سلام. سلام هولیه خانم، خوش اومدی. ببخشید من باید برم. خواهش میکنم رویا بشین حرف بزنیم. من هیچ حرفی ندارم بزنم. منم همین. اسکندر حداقل تو کوتاه بیا. لطفاً تو زندگی ما دخالت نکنی. رویا این همه بیادبی کافیه. این بیادبیه. رویا جان، هممون به خاطر چیچک خیلی ناراحتیم، اما متاسفانه اتفاقیه که افتاده. اسکندرم دوست نداشت اینجوری بشه. من میتونم از خودم دفاع کنم. یکی باید از چیچک دفاع کنه، اون این وسط کشته شد. میخوای من بهت بگم قاتل اصلی کیه؟ آره بگو تو اونجا رو انتخاب کردی، به خاطر تو آتیش سوزی شد. بگو در اصل قاتل تویی. بچه‌ها میشه خواهش کنم آروم باشین؟ بشینین اینجا صحبت کنیم. اگه چیچک اسکندر رو میکشی بازم همین حرفو میزدین خاله؟ اگه اسکندر جای چیچک منو هول میداد چی بابا؟ میخواین خیلی راحت همه چیزو فراموش کنم. چرا؟ چون چیچک بیکس و کاره، چون چیچک صاحب نداره، یه دختر پولدار نیست، میشه قربانیش کرد مگه نه؟ رویا عوام فریبی نکن. تو هم اینطور فکر میکنی بابا؟ دخترم الان چون ناراحتی از یه دیدگاه دیگه به موضوع نگاه میکنی. من جوابمو گرفتم. سرمتم که در آوردی. شیمان نیستم. میدونم، اما تنها چارت اینه که دختر من بشی. چی داری میگی؟
اصلا خبر داری تو چه وضعی هستی؟ صورتتو دیدی؟ صورتم چی شده؟ بازش نکن وگرنه عفونت میکنه. داری دروغ بگی؟ تو دیگه جایی نداری که بری. از الان هیچ کس به جز من ازت حمایت نمیکنه، حتی نامزدت. یعنی منو اینجا بله میکنه، اون خبر نداره اینجا. حتی اگه تو رو ببینم نمیشناسه. زندگی قبلی تموم شد چیچک. دیگه چیزی ازت باقی نمونده، نه زیباییت نه هیچ چیز دیگه. اگه میخوای برو سراغ علی. خیلی خوش شانس باشی چند هفته تحملت کنه، اونم از روی ترحم. ببین گوش کن چی میگم. این بهترین پیشنهاد کل زندگیته. جای دخترمو بگیر. هر کاری برای برگردوندن زیباییت لازمه میکنم. فقط گذشته رو فراموش کن. تک تک خاطرات تو دختر من شو. من شیمان نیستم. خواهش میکنم شیمان. من شیمان نیستم. علی منو نشناختی. البته که شناختم شیما خانم. مگه میشه نشناسم؟ شناختم ایزو. خیلی ببخشید، من برای یه چیز اومدم. رویا خانم کیفشون رو جا گذاشتن، اومدم ببرم. ببخشید میشه کیفو بیارین لطفا؟ بله البته. دخترم کیف رویا رو بیار. اطاعت میشه. رویا خانم اومدم یه گزارش بدم. چه گزارشی؟ اسکندر کایابیلی باعث مرگ چیچک شد. Dünyayı serdiler avuçlarıma, istemedim. Yıldızlar döküldü saçlarıma, silkeledim. Her günüm. من اینجا منتظرم خانم.
آقای چلبی تاکسی وایساد. جمله خانمم رفت تو داروخونه. دارم میام. تو داروخونه با همین تاکسی اومدن. برو سراغ راننده. پیاده شو. گفتم پیاده شو. چرا مثلا؟ پیاده شو. تو کی هستی؟ خیلی ممنون. واقعا ممنونم. بیخیال، روزگار همینه. لطف بزرگی کرد. چیزی نیست. الان میرم حالشو میگیرم. اینو بگی. زنم کجاست؟ آقا به خدا من نمیدونم. گفت همینجا نگه دار، من میرم داروهامو بگیرم. منم تو ماشین منتظر بودم، بعدشم که شما اومدین. راست میگم به خدا. به محافظا بگو مراقب باشه. گونش کجاست؟ داخل خونه درختی پیش منه. تا من بیام چشم ازش بر ندار. چشم قربان. خاله فاطیما من گرسنمه. چی دوست داری بخوری؟ ساندویچ پنیر میخوام. چشم. توش گوجه و خیارم بذارم؟ بذار. الان میارم. خاله پرتقالم میخوام. باشه. مامان عزیزم، عشقم، بذار ببینمت. حالت خوبه؟ دختر گلم. همه چیز امن و امانه؟ کسی رو ندیدین؟ کسی اینجا نیست آقا عدنان. گونش! گونش!